روز چهارشنبه باراک اوباما برای آخرین بار با حیث پرزیدنت آمریکا در قصر سفید با خبرنگاران واخورد. او درباره تحریم‌های روسیه صحبت کرده خاطر نشان نمود که سبب جاری شدن تحریم عمل روسیه در اوکراین است و اگر مسکو دخالت در امور داخلی اوکراین را متوقف کند تحریم نیز خاتمه می‌یابد. The reason we imposed the sanctions, recall, was not because of nuclear weapons issues. It was because the independence. تحریم از آن سبب جاری نشده است که ما با سلاح هسته‌ای مشکل داریم. سبب تحریم صاحب اختیاری و صاحب استقلالی کشور است. روسیه با اوکراین دست دراز کرد. این قضاوت ما نیست، این خلاصه جامعه جهانی می باشد. روسیه همان حقوق اوکراین را اشغال نموده در امور این کشور دخالت دارد. روسیه نیروهای جدایی خواه را که حقوق ازلی بشر را پایمال می نمایند از نقطه نظر نظامی دستگیری می کند. ما به روس‌ها گفتیم این کار را بس کنید تا ما تحریم ها را خاتمه بخشیم. What I've said to the Russians is as soon as you stop doing that, the sanctions will be removed. روز جمعه باراک اوباما قصر سفید را ترک میکند و پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ بعد ادای سوگندی ریاست جمهوری به قصر سفید میآید. پخش مستقیم این رویداد را در سایت www.azadi.org تماشا کنید.